واقعا اگر میخواهی که عدالت یاد بگیری، سریال حضرت عمر رو ببین که چی عدالت داره. اخلاق، رفتار، صداقت، گفتار، وفاداری، همدلی، شجاعت، تواضع، فروتنی، اخلاق مهربان. سریال عمر که ببینی اون موقع میفهمی کی مسلمان بوده. اون موقع میفهمی. یک تیکه ویدیو کوچک از عدالت حضرت عمر ببینی. مصری کجاست؟ من اینجا هستم. این را بگیر و او را قصاص کن. بزن 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 فرزند بهترین را. آیا حقت را گرفتی؟ بله، راحت شدم. اکنون آن را بر سر امر بگیر، چرا که او تو را به لطف قدرتش در حکومت زده است. ای امیرالمومنین، من انتقام خودم را گرفتم. کسی را که مرا زده بود زدم، غیر از این نیازی ندارم. ای امر، مگر مردم برده شما هستند در حالی که آنها آزاد خلق شدند؟